طبق این داستان تاریخی هیچ وقت نباید رو حرفای یه آدم قدرتمندی که تو موضع ضعف قرار گرفته حساب باز کرد. تا سالها جاده ابریشم یه راه تجاری امن بین اروپایی‌ها و آسیایی‌ها بوده. امنیتش هم حکومت مغول تامین می‌کرده. بعد از سقوط مغول‌ها این جاده یه تایمی دست این حکومت میفته، یه تایمی دست اون حکومت میفته، تا بالاخره میفته دست عثمانی‌ها. عثمانی‌ها میان یه سری سیاست خاص روی این جاده تعیین می‌کنن، مثل گذاشتن یه سری مالیات سنگین برای تجاری که از اونجا رد میشن، یا گذاشتن سری محدودیت‌های مذهبی برای بازرگان‌های مختلف. همین باعث میشه که اون جاده دیگه اون امنیت سابق رو نداشته باشه. حالا نیاز به یه راه جایگزین بود. راه جایگزین دریایی غرب به شرق، ولی خب خیلی طول می‌کشید. تقریباً 6 ماهی طول می‌کشید. بعد می‌مدن از زیر آفریقا دور می‌زدن تا می‌رفتن می‌رسیدن به چین. و این وسطی که به اسم کریستوفر کلمبوس میاد میگه که نه، من یه راه دیگه رو بردم. زمین گرده و ما میتونیم وقتی به سمت غرب حرکت می‌کنیم به چین برسیم. اون موقع کلیسا قدرت مطلق اروپا بود. و خب الان که چه مخالفتایی شد اونها رو می‌ذاریم کنار. برای یه بخش دیگه است، ولی میتونه ملکه رو راضی کنه. به ملکه میگه این سفر 21 روز طول میکشه، هم اعتماد ملکه رو به دست بیاره، هم اعتماد ملواناشو. ولی وقتی سواری کشتی میشن و میرن توی دریا، بعد از روز 21 که خشکی پیدا نمیشه، یه ناامیدی بین ملوانا شکل میگیره. نکنه نرسیم، نکنه اصلا خشکی وجود نداره، نکنه تو دریا گم بشیم. کریستوفر کلمب که میبینه اوضاع اینطوریه، برای اینکه به ملواناش انگیزه بده، میاد میگه هر کسی که اولین نفر باشه و خشکی رو ببینه، یه مستمری مادام العمر سالیانه 10,000 سکه‌ای بهش میدم. روز 33 وقتی رودریگو، یکی از ملوانای کشتی سانتا ماریا، داد میزنه خشکی، همه فکر میکنن که زندگیش برای همیشه عوض شده. ولی نه، اینطوری نبود. چون کریستوفر کلمب میگه قبل از اینکه تو بگی من خودم یه نور دیدم. میزنه زیر همه حرفاش. جایزه هم خودش برمی‌داره. پس همیشه یادمون باشه که